سلام خدا و عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه چهاردهم از شیمی عمومی 14 خدمتتون هستیم. ادامه مبحث ترم و شیمی رو توضیح میدیم. انشاءالله این جلسه دیگه ترم و شیمی به پایان میرسه و فصل 5 شیمی عمومیتون هم انشاءالله تموم میشه. تمرینی که درس قبل داده بودیم رو حل میکنیم. معادله گرم و شیمیایی زیر مورد نظر است. حالا یه معادله رو شما داده، دلتا اچ رو هم بهتون داده. دو تا مورد ازتون میخواسته که این مقدار دلتا اچ برای تحلیل 1.5 کیلوگرم اندو چقدره. خب نگاه کنید، اینجا برای اینکه ما اندو نگاه شما میدونید که اگه 3 مول اندو تولید بشه من دلتا اچ هم اینقدر هست. خب شما این رابطه‌ای که بلد هستید یعنی بهتون دادن باشه میتونید خیلی راحت مقدار دلتا اچ این مقدار از اندو رو به دست بیارید. خب چطور محاسبه می‌کنیم؟ با توجه به حالا داده‌ای که بهتون دادیم 1.5 کیلوگرم اندو رو شما دارید، درسته؟ اول کیلوگرم رو به گرم تبدیل می‌کنید که بتونید معادله گرم به مول رو بنویسید. خب 1 کیلوگرم 1000 گرم اندو هست. خب اندو هم که گرم مولی 28 هست دیگه، پس 28 گرم اندو 1 مول اندو هست. خب طبق معادله هم میگم 3 مول اندوی من این مقدار گرما لازم داره، 42.7 کیلوجول. پس راحت اینا با هم دیگه میره، مقداری که براتون به دست میاد کیلوجول هست برای 1.5 کیلوگرم اندو، درسته؟ مورد ب گفته با 125 کیلوجول گرما چند گرم NaOH تجزیه میشود، درسته؟ خب NaOH رو این یکی هست دیگه، وقتی میخواد تجزیه بشه 2 مولش وقتی تجزیه میشه این مقدار گرما لازم داره، درسته؟ پس شما با استفاده از همینی که توی واکنش دارید راحت میتونید چیزی که ازتون خواسته به دست بیاد. پس گرم NaOH رو خواسته زمانی که 125 کیلوجول گرما شما دریافت کنید. خب 125 کیلوجول رو شما حالا وارد شروع میکنید، بعد خودش توی دلتا اچ به شما کیلوجول رو داده 42.7 کیلوجول هست، درسته؟ خب این معادل چیه؟ معادل زمانی هست که شما 2 مول NaOH در حال تجزیه داشته باشید، درسته؟ خب حالا 1 مول NaOH هم که 65 گرم هست، یعنی گرم مولی NaOH هم 65 گرمه. پس راحت با هم دیگه میرن این ضرب به تبدیل و برای شما مقدار گرم NaOH به دست میاد زمانی که 125 کیلوجول انرژی دریافت کرده باشه بکنه. خب تمرین بعدی این بود که یه قانون حس بود، میخواست که دلتا اچ واکنش این یکی رو برای شما به دست بیارید دیگه، درسته؟ دو تا واکنش رو بهتون داده بود، دلتا اچ رو هم جلوش داده. حالا میگه جوری اینا رو با هم دیگه حالا بچینید، عوض کنید، در یه عددی ضرب کنید، در یه عددی تقسیم کنید، فرقی نمیکنه. جوری اینا رو بچینید که تبدیل بشه به این واکنشی که میخواید، درسته؟ خب نگاه کنید، یه نگاه سرسری که بندازید اینجا میبینید هر دو اندو دارید، درسته؟ خب در صورتی که اندوهای شما بهتره که سمت واکنش دهنده‌تون باشه، اما چون 2 تا دارید نمیتونید زیاد تشخیص بدید که من کدوم رو ببرم محفوظ کنم و کدوم محفوظ نکنم. پس که باید دقتتون رو بیشتر کنید، چون ممکنه که 4 تا اندو دارید، 2 تا اندو دارید، ممکنه اینا هم دیگه کم بشن. پس این که مثل حلیه نیست که فقط مثلا اون واکنش دهنده رو که یه دونه از واکنش‌ها داشتید خب تصمیم می‌گرفتید الان من این واکنش رو محفوظ بکنم یا محفوظ نکنم، درسته؟ خب O2 دارید، اینجا اگه دقت کنید O2 رو فقط این قسمت دارید، درسته؟ خب حالا می‌تونید در مورد O2 تصمیم بگیرید. اولا اینکه جاش درسته، پس مطمئن میشید که این واکنش جاش درسته، پس اینو لازم نیست محفوظ کنید، درسته؟ پس چون O2 به شما اینو میگه که هیچ جای دیگه O2 نداره دیگه، پس این به شما میگه این محفوظ نمیشه. پس چون اندو توی طرف واکنش دهنده هاست حتما این یکی باید محفوظ بشه که این یکی حتما از این یکی کم میشه و یه اندوی بالاخره اینجا میمونه. پس شما تا اینجا متوجه شدید که اینجا اینو باید محفوظ کنید، اما این باید خودش رو بنویسید. اما نگاه کنید این یک دومه، پس این باید یه ضریب بخوره که جوابش درست در بیاد. اندو او رو دقت کنید، الان اندو او توی اینا نیست دیگه، فقط توی بالای اندو او هست. و این باید توی فراورده ها که بسیاری که اینجا توی واکنش دهنده ما قرار بود خودمون این رو محفوظ کنیم، پس این بیشتر ثابت میکنه که باید این محفوظ بشه. پس این چیز دیگه این نداریم، این بالایی بهتره که تقسیم بر 3 بشه،
یا دیدیم در 1/3 ضرب به 3 یا بدیم تقسیم بر 3 بشه، فرقی نمیکنه. چون اندو ما هیچ جا نداریم و اینجا هست، اولا باید این معکوس میشه، تقسیم بر 3 هم بشه، اندو درست میشه، احتمالاً بقیه‌اش هم درست میشه. پس من بالایی متوجه شدم که باید معکوس کنم و یا ضرب در 1/3 کنم یا تقسیم بر 3 کنم، فرقی نمیکنه. این کار باید انجام بدم. اینم مطمئنم که باید معکوس نکنم، اما اینکه چجوری قرارش بدم رو بعدش حالا میگم خدمتتون. اگر معادله الف رو در 1/3 ضرب و سپس معکوس کنیم، خب من همین کار انجام دادم. نگاه کنید، در 1/3 ضربش کردم یا هم تقسیم بر 3 فرق نمیکنه، معکوسش هم کردم. خب دلتا اسش هم حواستون باشه، در 1/3 ضرب میشه، معکوسش کردیم یعنی علامت منفی میشه علامت مثبت. پس این میشه دلتا اس 2. خب دلتا اس 2 رو من چیکار کنم؟ شما میتونید طبق معادله 1 به کار ببرید. اولا گفتیم که این معکوس نمیشه، به همین حالت باقی میمونه و اما همون حالت هم نمیشه. اما گفتیم ضریب درستی نیست. من چیکار کنم؟ نگاه کنید، شما میتونید حاشیه‌ها رو در نظر بگیرید، درسته؟ حاشیه‌های شما باید با هم دیگه برن دیگه. خب اینجا ضریب حاشیه‌های شما 1، اینجا هم ضریبش 1 باشه که بتونه با هم دیگه بره. اینجا هیچ حاشیه‌ای نداریم، درسته؟ پس بهتره الان اونجا نگاه کنید ضریب حاشیه‌اش چیه. پس بهتره همه رو در 1/6 ضرب کنید یا تقسیم بر 6 بکنید کلشو. اگه این کار رو انجام بدیم درست میشه دیگه. در 1/6 ضرب می‌کنیم، خب خود دلتا اس قبلی رو هم می‌ذاریم، فقط در 1/6 ضربش می‌کنیم. این میشه دلتا اس 2. خب حالا شما می‌تونید 2/3 NC رو با 2/3 NC ببرید، یه دونه حاشیه و یه دونه حاشیه میره. حالا میتونید بقیه رو بنویسید. نگاه کنید، اینجا اندو دارم، اینجا اندو دارم. طبق همون چیزی که گفتم خدمتتون، 4/3 اندو منهای 1/3 اندو میشه 3/3 اندو یا یه دونه اندو. درسته؟ توی طرف واکنش تمرین در فرآورده. خب این دوم و دو رو هم که نوشتیم و این یکی هم اینجا هم فقط همون اندو او میمونه که می‌نویسیم. خب دلتا به اون واکنشی که خواستم رسیدم، بنابراین دلتا که واکنش رو از جمع کردی این دو تا دلتا اس به دست میارم. خب ما دلتا رو از قانون هست تونستیم به دست بیاریم، درسته؟ الان میخوام دیگه روش دیگه‌ای بتونیم دلتا رو به دست بیاریم و اون روش آنتاژی استاندارد تشکیله. روش دیگر برای محاسبه دلتا هر واکنش شامل استفاده از مقادیر ثبت شده به نام آنتاژی استاندارد تشکیل میباشد. آنتاژی استاندارد تشکیل یک ماده مرکب با نماد دلتا صفر اف نشان داده میشه. اف یعنی فرمیشن دیگه، از دلتا اف یعنی آنتاژی استاندارد تشکیل. منظور از استاندارد فشار یک اتمسفر و نمای 25 درجه سانتیگراد میباشد، درسته؟ پس این رو هم دقت کنید که استاندارد ما منظور اینه. اگه خارج از این بود مثلا ما نمیتونیم دلتا صفر اف رو به کار ببریم، چون که باید حتما بر اساس استاندارد. مقدار دلتا واکنشی که در آن یک مول جسم از عناصر اولیه به حالت استاندارد ایجاد می‌شود گرمای تشکیل استاندارد می‌آید. این تعریفی برای دلتا آنتاژی استاندارد تشکیل. گرمای تشکیل استاندارد عناصر برابر صفر. این حواستون باشه. ما وقتی می‌خوایم دلتا صفر اف مواد رو با هم دیگه مقایسه کنیم که بتونیم دلتا واکنش رو توش به دست بیاریم، حواستون باشه برای عناصر و عدد صفر رو بذارم. خب الان دو تا دلتا صفر اف رو فقط معرفی کرده. مثلا میگه دلتا صفر اف آب یعنی که از عناصر تشکیل بشه که این مقدارشه. دلتا صفر اف اچ آی یعنی از عناصر تشکیل بشه برابر این مقدار کیلوژوله. عناصر هم که گفتیم صفر دیگه، تو صفر، پس این دلتا صفر فقط متعلق به آبه و این دلتا صفر فقط متعلق به اچ آی هست. خب بخشی از آنتاژی استاندارد تشکیل در جدول 1/5 کتابتون اومده. من صفحه رو نذاشتم چون ممکنه ویرایش‌های مختلف صفحاتون با هم متفاوت باشه، اما آنتاژی استاندارد تشکیل ها رو توی جدول 1/5 کتابتون آورده که بتونید ازش استفاده کنید برای حل مسئله. بنابراین با استفاده از این دلتا صفر اف میتوان دلتا اس واکنش رو محاسبه کرد و روش دیگری برای محاسبه دلتا اس میباشد. خب چطور میتونم محاسبه کنم؟ دلتا صفر میشه دلتا اس واکنش میشه سیگما، یعنی جمع دلتا صفر فرآورده‌ها منهای جمع دلتا که واکنش دندانه که اینا رو خوندید. من میگم ما همش داریم مرور میکنیم و سریع رد میشیم.
هنگام با گرفتن این روش‌های تعیین مقادیر دیتاش باید دو تا نکته در نظر بگیریم. نکته اول، آنچه استاندارد تشکیل بر حسب کیلوجول بر مول داده می‌شود. هر یک از مقادیر داده شده در جدول مربوط به تشکیل فقط یک مول از ترکیبه. اگر بیشتر از یک مول یا کمتر از یک مول از ترکیب در واکنش مورد مطالعه درگیر باشد، باید مقدار دلتا اچ صفر اف رو در اون تعداد مول درگیری ضرب کنیم. منظورش همون ضریب‌های استوکیومتری هست. می‌بینید کلاً دلتا اچ صفر افی که توی این جدول هست برای یک مول هست. اگه شما یه ضریب 2 تا جلو واکنشتون حتما ضریب 2 رو باید در ضرب کنید. درسته؟ مورد دوم این هست که آنتالپی استاندارد تشکیل یک عنصر در پایدارترین فرم در یک اتمسفر و در دمای مرکز صفره. همون که گفتیم توی عنصرها صفره. در جمع سیستم‌های دلتا اچ فرآورده‌ها و واکنش دهنده‌ها عبارتی برای عناصر در نظر گرفته نمی‌شود. این مثال آوردیم دیگه. دلتا اچ صفر واکنش دلتا اچ صفر واکنش زیرا موافق باشیم از بس می‌خوایم بگیم اس، زمانی که می‌خوایم خودش هم معرفی کنیم اشتباه می‌کنیم. خب دلتا اچ این واکنش رو خواسته از روی آنتالپی تشکیل استاندارد. خب واکنش رو براتون نوشته دیگه. شما فقط NH3 رو بهتون داده و HCl، همین هم کافیه دیگه. HCl و NH3 چرا چون اون دو تا یه عنصر هستن و هیچ دخالتی توی دلتا اچ واکنششون ندارن. خب میشه جمع فرآورده‌ها منهای جمع واکنش دهنده‌ها. خب جمع فرآورده‌ها 6 تا مال HCl هست، درسته؟ منهای 2 تا مال چیه؟ NH3 هست. خب پس جایگزینی می‌کنم دیگه. 6 تا از این و منهای 2 تا از مقدار NH3 و دلتا اچ من به دست میاد. پس یکی از روش‌های دیگه اینه که ما آنتالپی تشکیل استاندارد فرآورده‌ها رو منهای واکنش دهنده‌ها بکنیم. خب یه مثال دیگه هم گفتیم با استفاده از معادله گرماشیمیایی زیر و مقادیر آنتالپی استاندارد تشکیل داده شده، آنتالپی استاندارد تشکیل CaC2 رو محاسبه کنیم. خب اینو به من نگفتید که دلتا اچ محاسبه کنیم. دلتا اچ خود واکنش رو بهم داده. حالا میگه بقیه موارد هم بهتون میدم انرژی آنتالپی استاندارد تشکیل، اما مال CaC2 رو نمیدم و ازتون میخوام. درسته؟ فرق بال ما نمی‌کنه که کدوم رو میخواد به عنوان مجهول در نظر بگیره. خب برای C2H2 داده، برای CaOH2 مرتبه هم داده، برای H2O هم داده. دقت کنید که برای H2O ما L داریم، گازی هم داریم. یعنی برای H2O گازی اگه دقت کنید توی همون جدول یه عدد رو داده، برای مایع هم یه عدد رو داده. خب من اینجا گفتم که مایع که شما از همون عدد مایع استفاده کنید. درسته؟ خب این دو تا رو داده، این سه تا رو بهتون داده. فقط CaC2 رو نداری که با استفاده از معادله خیلی راحت میتونیم به دستش بیاریم. خب دلتا اچ گفتیم که میشه مال فرآورده‌ها منهای واکنش دهنده‌ها دیگه. درسته؟ خب فرآورده‌ها که C2H2 که ضریبش 3 که CaOH2 که ضریبش 3 که منهای H2 ضریبش 2 و CaC2. درسته؟ خب کافیه همه اینا رو من جایگزین کنم دیگه. اینا من جایگزین میکنم خیلی راحت دلتا اچ صفر CaCO به دست میاد. CaC2 دقت کنید که شما میگم اینا بسیار ساده‌اند و جایگزینیه. از این منفی و مثبت سعی کنید اشتباه نکنید و جواب صحیح رو انشالله به دست بیارید. از این نمونه سوال هم خیلی زیاد هست توی پایان حالا فصلتون که بخواید الان چند تا حل کنید و دستتون پر بشه. خب انرژی پیوندهای شیمیایی. خب یه روش دیگه برای تهیه دلتا اچ، الان این روش سوم هست که براتون میگم انرژی پیوندها هست. البته این روش مثل اون دو تا روش قبلی میگم نادقیق هست و کافی نیست، چون مثلا شما انرژی پیوندهای مختلف با هم متفاوته. یعنی بعضی از پیوندها که میگن قطبی هم، بعضی هم ناقطبی هست. بنابراین نمیتونید یک عدد خاصی رو من به انرژی پیوندها حالا مربوط کنم. بخاطر همین این یکی نسبت به اون دو تای دیگه از درجه اهمیت کمتری حالا پیروی میکنه. حالا میخونیم این روش رو هم که ببینیم چجوری هم برای مقیاسی که بخواد اینا رو حدودی به دست بیاره مناسب هست. اما یه سوالی هم خود کتابتون داده، یکی رو میگه بر اساس آنتالپی استاندارد تشکیل محاسبه کنید، یکی رو هم میگه دقیقاً همون واکنش رو بر اساس پیوندها محاسبه کنید. و بعد مثلا شما میگید که ثابت میکنید که این طریق که از طریق پیوندها به دست میاد،
از اون روش که از استانداردهای تشکیل استفاده میشد خب دقت خیلی کمتر هست. روش دیگر محاسبه گرمای واکنش استفاده از انرژی پیوند میباشد. در این واکنش شیمیایی شکستن پیوند انرژی مصرف می‌کند و تشکیل پیوند انرژی آزاد می‌کند. که مشخصه. پس شما وقتی یک تشکیل پیوند انجام میدید مثل فراوردها تشکیل پیوند دیگه پس گرما آزاد می‌کنند، اما توی واکنش‌ها شکستن پیوند یعنی قرار این پیوندها بشکنن و برای اونها انرژی مصرف می‌کنند. مجموع انرژی‌های لازم برای شکستن پیوندها و انرژی حاصل از تشکیل پیوندها در یک واکنش شیمیایی بیانگر گرمای واکنش میباشد. خب نگاه کنید مثلا برای استیج 2 یعنی پیوند شکسته شده دلتایش شما عدد مثبت 435 کیلوجول. برای استیل که میخواد تشکیل بشه دلتایش شما منفیه، درسته؟ منفی 431 کیلوجوله. پس همیشه میگه شکستن پیوند گرما لازم داره اما تشکیل پیوند گرما رو آزاد میکنه. خب میانگین انرژی بخش پیوندها بر حسب کیلوجول در مول در جدول 2.5 کتابتون اومده. حالا حتما مراجعه کنید این بعضی اوقات حالا اینا لازم نیست مثلا که ببینید اگه ما جدول رو بهتون داریم و خودی به بهتون نداریم راحت میتونید استفاده کنید و مشکلی نداشته باشید. خب دلتایش این واکنش از طریق انرژی‌های پیوند اینجوری به دست میاد که مجموع آنتالپی پیوندهای شکسته شده منهای مجموع آنتالپی پیوندهای تشکیل شده. درسته؟ و بعد یه نکته‌ای که قبل از که بگم و بعد حالا برای حل سوال این هست که دقت کنید برعکس آنتالپی استاندارد تشکیل که ما عنصرها رو صفر می‌گرفتیم برای پیوندهای شیمیایی یعنی دلتایش به دست آوردن از طریق پیوندهای شیمیایی دیگه لازم نیست عنصرها رو صفر بگیریم بلکه ما عدد داریم. انرژی پیوند حتی برای عنصرها هم عدد داره. پس ما رو هم باید توی محاسباتمون شرکت بدیم. این مثال هست که دلتایش واکنش زیر را با استفاده از انرژی‌های پیوند به دست آورید. N2 به اضافه O2 میدهد 2 تا NO. خب من میدونم N2 باید شکسته بشه 2 تا N. O2 هم باید شکسته بشه 2 تا O. خب دلتایش‌ها رو از رو همون جدولی میخونم، درسته؟ فقط باید حواستون باشه مثلا N2 شما پیوندش سه‌گانه است. چون اونجا مثلا N یگانه هم داریم، N سه‌گانه هم داریم. پس حواستون باشه اینجا N2 جلو 2 تا نیتروژن پیوند سه‌گانه است. چیزی هم ساساندویتتون هم خوب باشه. راستش ساده است اینا. چون میخواید از روی جدول پیدا کنید پس براتون سخت میشه. N یگانه داریم، N سه‌گانه هم داریم، پس اشتباه نگیرید. برای O2 هم باید بدونید ما OO ساده هم داریم. از چون O2 میشه اکسیژن، 2 تا اکسیژنی که با پیوند دوگانه به هم وصل شده، باید دقت کنید که دلتایش درستی رو براش بنویسید. خب این دو تا که با هم جمع می‌کنید که انرژی لازم برای شکستن پیوند. خب حالا برای تشکیل پیوند ما تشکیل پیوند فقط NO رو داریم، درسته؟ اما خب NO هم ضریب داره، ضریب 2 داره. خب NO رو اگه دقت کنید توی کتاب 627 هست انرژی بنابراین 2 تا 627 که یه عدد رو بهتون میده، درسته؟ خب اینجا دقت کنید دلتایش شما میشه اون مقدار انرژی لازم برای شکستن پیوندها منهای انرژی لازم برای تشکیل پیوندها. یعنی تقریبا میتونم بگم عکس اونا میشه. اونا همیشه فرآورده‌ها رو میذاشتن منهای واکنش دهنده‌ها، الان اینجا واکنش دهنده‌ها رو اول عددش رو میذارن چون اینا انرژی لازم برای تشکیل پیوند و بعد میان و فرآورده‌ها رو میذارن. این دقت کنید که توی محاسبات امتحان اشتباه نکنید. خب یه نکته هست که محاسبه دلتایش از طریق انرژی پیوندها تخمینی نیست، زیرا مقدار انرژی بسیاری از پیوندها تقریبیه. برای محاسبه دلتایش از این طریق سعی شود ساختار مولکول رسم شود تا به طور دقیق تعداد پیوندهای تشکیل شده و شکسته شده معین گردد. درسته؟ خب مثلا نگاه کنید میگه NH3 که ما به شما میگیم، شما نگید NH3 ندونید مثلا چی به چی وصل شده. خب شما حتما سعی کنید ساختارش رو بکشید و طبق اون ساختار توضیح بدید که ما چه پیوندهایی داریم. مثلا NH3 رو اینجا نگاه کنید 3 تا NH دارید دیگه، درسته؟ H2 میشه 2 تا OH. پس حتما باید به صورت ساختاری بنویسید که بتونید مقدارش رو از اون جدول محاسبه کنید. خب با اینکه از اینا هم مثال بزنیم که ساختار رو بهتون داده باشیم. با استفاده از انرژی‌های متوسط پیوندی آنتالپی تشکیل N2H4 را محاسبه کنید. خب خودش اینو به شما داده. اگه نداده باشه شما باید ساختار رو بلد باشید که اینا رو بکشید. چون میگه اگه ما جدول بهتون دادیم باید بدونید
NN یگانه رو انتخاب کنید، سگانه یا سه موردی. خب N2 به اضافه H2 میدن N2H4 هیدروژین یا N2H4. حالا میگه محاسبه کن. اینا رو من از روی جدول پیدا کردم، درسته؟ حالا میگه انرژی لازم برای شکستن اینا چه اتفاقی میفته؟ یا کنیم یه دونه N باند سگان N دارم که عددش رو دارم و 2 تا هم HS دارم. خب عدد این رو میذارم، 2 تا هم مال HS مثال رو به دست میارم. بعد انرژی لازم برای تشکیل نگاه کنید. انرژی لازم یه دونه پیوند NN ساده دارم، 4 تا هم پیوند NH دارم، درسته؟ پس اینا رو هم با هم جمع میکنم، این میشه انرژی لازم برای تشکیل. پس میشه شکستن منهای تشکیل که دیتایی که واکنشتون به دست میاد. این سوال دیگه هم هست، اونم حل کنیم. حالا دیگه تقریبا اکثر مثالهایی که میفارن هست رو براتون حل کردم، میتونید نکنم مشکلی با اون قسمت داشته باشید. با استفاده از معادله گرماشیمیایی و انرژی متوسط پیوندی، انرژی متوسط پیوندی را برای پیوند XEF در XEF2 محاسبه کنید، درسته؟ خب اینجا من دیتایی که بهتون داده، وقتی دیتایی که بهتون میده خب یه چیز دیگه مجبوره دیگه. الان واسه انرژی پیوند توی XEF، درسته؟ اینو محاسبه کنید. خب شما همون کاری که قبلا انجام میدادید دیگه، دیتایی که انرژی لازم برای شکستن منهای انرژی لازم برای تشکیل. دیتایی که شما منفی 430 کیلوجول هست، انرژی لازم برای شکستن، خب این که حساب نمیشه چون پیوندی نیست، نه به خاطر اینکه عنصره، چون خیلی عنصر O2 هم عنصر هم اینکه پیوندی نداره، بخواد با چی پیوند داره، فقط HS میمونه دیگه. خب انرژی لازم اصلا برای شکستن لازم اول این رو نگاه کنم. برای شکستن که لازمه شما XEF2 به اضافه H2 باید بکنید دیگه، درسته؟ خب XEF2 نگاه کنید، یه XE 2 تا F اینور اونورش گذاشته دیگه، پس میتونم بگم 2 تا XEF دارم، درسته؟ پس XE یا زنون F2 رو من زنون رو وسط دارم، 2 تا F اینور اونورش دارم، پس باید بگم 2 تا پیوند XEF دارم. اینجا هم همین رو نوشتم که ما قرار است این رو عنوان مجهول پیدا کنیم. به اضافه مال H2 هم که میدونم 435. خب حالا تا اینا انرژی لازم برای شکستن این دوتا بود که نوشتم. منها انرژی لازم برای تشکیل این هست که خودش 2 تا HF هم که بهتون داده. خب محاسبات رو اگه انجام بدید برای شما XEF راحت به دست میاد که مقدارش هم 132.5 کیلوجول بر روی مول. خب میتونم سوالای مختلفی از این قسمت ها بپرسن. این هم یه نمونه دیگه بود که ما حل کردیم خدمتتون. خیلی زیاد نمونه سوال هست توی فصل 5. حالا اون نمونه سوالی که حالا میرم بیشتر تکرار شده رو هر سعی کنید چند نمونه حل کنید که برای امتحان انشاءالله آمادگی لازم رو داشته باشید. این فصل 5تون که در مورد گرماشیمی یا ترموشیمی بود، این مباحث هم تموم شد. انشاءالله جلسه آینده فصل 6 رو تدریس می‌کنیم خدمتتون. موفق و مؤید باشید و تا جلسه آینده خدا نگهدار.